کاربردی در تعمیرات موبایل صحبت کنیم خدمتون. هر بخشی از الکترونیک اصلی ترین قسمتش بردش هستش که این بردها به دسته‌های مختلفی تقسیم میشن بنا به تکنولوژی که دارن که اصطلاحاً بهشون میگن PCB. اولین بخشی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم SMD ها هستن یا Surface Mount Device که همونطور که در تصویر مشاهده میکنید این بردها قطعاتشون بر روی سطح لحیم میشن و ما به وسیله خطوط ارتباطی در لایه ها بهشون ارتباط برقرار میشه. تکنولوژی بعدیمون DIP یا Dual In Package هستش که اینها تکنولوژیشون به گونه‌ای هست که قطعات داخل عمق لحیم میشن و به اصطلاحاً بهشون میگن قطعه بزرگ. تکنولوژی دیگه‌ای داریم به نام SMT یا Surface Mount تکنولوژی که DIP و SMD درش تلفیق شده، هم قطعه بزرگ داره هم قطعه کوچیک که ما قطعاتمون حالا بنا به اون تکنولوژی که داریم میان در این بخش‌ها قرار میگیرن.